اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در زمانهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوانی بود نامش علقمه. عجب پارسا بود و طاعت و خیرات بسیار داشت، یعنی طاعت و عبادت و خیر زیادی داشت. روز او بیمار شد، در حالت نزع یعنی در حالت مرگ قرار داشت. مادرش به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی را روان کرد که علقمه در حالت نزع است، یعنی در حالت مرگ است. میخواهم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از حال علقمه با خبر باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم سلمان فارس و بلال حبشی را فرمود که رفته ببینند که علقمه در چه حالت است. چون سلمان فارس و بلال حبشی به نزد علقمه آمدند، دیدند که علقمه در حالت سکرات الموت است و هر دویشان میگفتند لا اله الا الله محمد رسول الله. علقمه هرچند میکرد زبانش به گفتن این کلمه نمیگشت. چون اینها را دیدند، سلمان فارس و بلال حبشی در حال به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده گفتند زبان علقمه و گفتن کلمه نمیگردد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بلال فرمود به نزد مادر علقمه برو و بگوی که رسول خدا بر تو سلام میگوید و زود به نزد من بیاید و اگر آمده نتواند خود به نزدش میآیم. بلال پیغام رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مادر علقمه رسانید. مادر علقمه به بلال گفت اگر 1000 جان داشته باشم فدای پیغام رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. و نزد رسول الله آمد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مادر علقمه پرسید که راستش را بگوی از فرزندت راضی هستی؟ مادر علقمه گفت که از وی راضی نیستم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که چرا راضی نیستی؟ مادر علقمه گفت از برای آنه که زن خود را از من بهتر می‌داند و زنش بر من دلآزاری می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم روی به طرف اصحاب کرد و گفت ای یاران، بدانید که اگر پدر و مادر از فرزند راضی نباشد، در دم آخر زبان فرزند به گفتن کلمه شهادت نمیگردد. و بعدا به مادر علقمه گفت که از فرزندت راضی باش، از جهت ناراضگی تو زبانش به گفتن کلمه شهادت نمیگردد. باز هم مادر اصرار ورزید. نهایت با تلاش های رسول خدا صلی الله علیه و سلم مادر از فرزندش راضی شد. در همین اثنا و وقت علقمه جان خود را به جان آفرید تسلیم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم روی به مادر آورد و گفت اگر حال راضگی خود را از پسرت اظهار نمی کردی پس وای بر حالش خود. دوستان عزیز، از شما خواهش کرده می شود پدر و مادر را احترام کنید، دعای آنها را گیرید. به خدا قسم روز می روند به سرپوشه می مانید، خانه اتان تاریک می شود. وای بر حال کسی که پدر و مادر از وی راضی نباشد. راضگی پدر و مادر راضگی خدا است. پدر و مادر را از خودتان راضی گردانید. باقی تنصیحت و خوب رفتار باشه. خدا حافظ.